براشون میخونه، جریه دار میکنن، احساسی میکنن که برن شهید بشن. واقف بودم من که الان که دارم میخونم اینا الان که رفتن یه سریشون شهادت نصیبشون میشه، یه سریشون به اسارت گرفتار میشن، یه سریشون مجروح میشن، یه سری هم برمیگردن. اینه کاملا واقف بودم من. ای عارفان به عاشقان آماده باش، آماده باش. این اشرافان ریشه در اعتقادات ما داره. محتوای اینه که شما که الان دارید میرید، دارید جایی میرید که راه امام حسین رو ادامه دارید میرید. این راه شما رو در سرای جنت میبره. شب عملیات ما بغل میکردیم همدیگه رو، بعد وعده میدادیم به همدیگه سال مثلا کسی که شهید شد فردای قیامت دست ما رو بگید. برای من خیلی سخت بود جلوی. دیگه بس انتظاری کربلا، دیگه بس انتظار به جان مادر زرم بیاقا. گاهی از منم سوال میشه شما هیچ وقت شده مثلا پشیمون بشید از این کار که کاری کردید که خیلی مثلا رفتن کشته شدن، حالا ما میگیم شهید شدن؟ من میگم نه، هیچ وقت یک ذره شک و تردید من راه نداده. کار خدا بود و راه امام حسین بود، کار دفاع مقدس بود. این به حساب اندوه و این حزن رو تحمل میکردیم. The army of the hidden Imam, an hour before battle. The hidden Imam was the 12th and last of the descendants of the Prophet who were revered by the Shia. It is said that he never died, but went into hiding. The Shia wait for his return. They believe he will reappear at the end of time. And then, in the final battle of good against evil, he will bring justice and avenge the blood of Hussein. تا آخر همین راه امام حسینه. تا آخر زمان که ما اعتقاد داریم تو حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج ظهور میکنه،
اونم شعارش اینه که یا لسارات الحسین، رو پرچمش اینه که یا لسارات الحسین، ما انتقام گیرنده خون امام حسینیم از ائمه الکفر، یعنی اونایی که مظهر ظلمن، که الان اعتقادمون اینه بلر، بوش، تمام این افراد از ائمه الکفر هستن و ظالمان هستن. Fundamental principles of the revolution. It is 27 years since Ayatollah Khomeini returned from exile in France. With him, he brought the blueprint for a totally new kind of government, an Islamic republic. Until the return of the hidden Imam at the end of time, the republic would be ruled by scholars, holy men like him. Until then, the republic would follow the path of Hussein. Khomeini's Iran was built around the story of Karbala and Ashura, the story of martyrdom. In Iran, the president takes his orders from the Ayatollahs, and it's their message that Ahmadinejad takes to the people. هیچ قدرتی نمیتوانست 15 خرداد را عنطور کند مگر قدرت خون سید الشهدا، و هیچ قدرتی نمیتواند این ملتی که همه قدرت‌های بزرگ برای او توطئه چیدند، این توطئه را خنثی کند الا همین مجالس اعضا. ایام شهادت مولامون امام حسین علیه السلام و یاران با وفاش رو به شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. انقلاب اسلامی یک حرکت معمولی و محدود به زمان و مکان خاص نیست. انقلاب اسلامی تداوم عاشورا و دنباله نهضت انبیاست. انقلاب اسلامی ما را از استبداد خشن وابسته نجات داد. انقلاب خودباوری و هویت اصیل ملت ما را زنده کرد. دوران اشغالگری به پایان رسیده است. جهت سیاسی این دعاها و این توجه به خدا و توجه همه مردم را به یک نقطه، این اون است که یک ملت را بسیج می کند برای یک مقصد اسلامی. Everywhere is Karbala. Every day is Ashura. In every age there is a Hussein. In every age there is a Yazid. More than ever today, the leaders employ this ancient story to galvanize the political atmosphere of Iran, to direct the people to an Islamic objective. Other nations have stories and objectives of their own.